خنده جای خودش، اما آن چیزی که در کشور ما میگذرد وهیم و از عقل بیرون است. متاسفانه باید این نوار بدرفتاری جوانان در دانشگاه که مکان علم است مرا ناراضی و طبعم را خیره کرده است. شاید شمایان این نوار را دیده باشید. همه روزه این عمل نادرست را در یک مؤسسه علم و دانش می آموزند. متاسفانه همه امروز مبتلای چنین تربیت نادرست جامعه تاجیک شدند. همه انسان ها انسانند، ولی نه هر انسان را انسان نامیده می شود. می توان گفت که این تربیت حکومت بیشعور و بیسواد است که امروزها در همه گوشه و کنار کشور ما این عملی از قانون انسانگری بیرون دیده می شود. می گویند آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. ولی من نمیخواهم بی بیان و بی‌طرف باشم. درد مردم تاجیک بیشمار است و ناتمام. تا زمانی که ما و شما به این همه بی معرفتی چشم میپوشیم، وضعیت تا چند دیده بدتر شدن میگیرد. جامعه ای که یک خادمی باسواد و در یگان ساحه متخصص خوب ندارد چه خیل میتواند نسل جوان را تربیت کند؟ درست است که تربیت از عائله شروع می شود، ولی از کی تربیت رو می گیرد؟ عائله تربیت رو از کی می گیرد؟ از جامعه که امروز ما و شما زندگی داریم. عین حال ما دیده ایستادیم چه گپ و خبر رفته ایستاده است. علم آور است که در بین جوانان تاجیک تحقیر و دشنام ماده شده است. رنجانیدن یک زن جوان و آوردن یک نوجوان به چنین حالت تحقیرآمیز او را شکست می دهد و در جامعه دیگر احترام و سربلندی خود را از دست می دهد. شما به این همچون یک خواننده یا دانشجو نگاه نکنید، بلکه این زن آینده زن شما یا کلین و مادر فرزندان شما یا حتی نبیرگان شما خواهد بود. با این عقیده دوراندیشانه باید به زن نگاه کرد. تاریخ شعله‌ور جهان نشان می‌دهد که هر آن نفری که احترام خود را از دست می‌دهد دیگر نمی‌تواند نسل آینده را تربیت کند. برای تربیتگر خوب شدن زن باید نسبت خود احترام جامعه را حس کند. وقتی که یک جامعه نمیتواند نسبت همدیگر احترام و دلسوزی داشته باشد، هیهات به آن جامعه، هیهات به آن مردم، هیهات به آن آینده و گذشته. این بی‌طرفی ما و شما امروز ما و شما را به چنین احوال آورده است و فردا نیز برای ما مشکل ساز خواهد بود. بیهوده نگفتند در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. گر رود سوی زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. من نمیخوام که در اینجا بگم که مردا بدن، نه دوستای عزیز.